به نظرت صابون گلنار بهتره یا لوکس؟ گلنار. بریم ببینیم. امروز میخوایم ببینیم که چیزایی که قدیم استفاده میکردیم بهتر بوده یا چیزایی که الان داریم استفاده میکنیم. به نظر تو کدوم؟ باید ببینیم. باید امتحان کنیم. نمیشه گفت الان جدیدا بهتر، شاید واقعاً. قدیما یه چیزش بهتر بوده. بعد اون هست. اون شاید اون قطعا قدیمش بهتره. حالا باید ببینیم. بریم ببینیم. اولین آیتمی که میخوایم قدیم جدیدش رو بررسی کنیم موبایله. خیلی فرقه بینشون. موبایل قدیم جدید. درسته که الان تکنولوژی پیشرفت کرده و میگه که الان موبایل بهتره. درسته. ولی ما باید دقیق بررسی کنیم. ببین شبیه ساعته اینجاش. آره. شبیه صفحه ساعته. بعد واسه تو میزنیم. یه خوبی که داره قدیمی ها، ببین من اینطوری کنم تو چجوری پد دستم بدوزی، اصلا تو دزدی نمیتونم شو. چطور به تو گیر نداده؟ ولی این گوشی الان تو بذار گوشه. سلام خوبی؟ الو دزدی گوشی اون موقع کمتر بود، واقعا کمتر بود از دست کشیدنه. چرا؟ چون کوچیکه. مثلا این که اصلا نگاه این چی نیست. اینو بگم بچه اولین گوشی منه و واقعا کار ماکت نیست، پلاستیکیه ولی ماکت نیست. این گوشی تو واقعیه. و اینکه آره این یه بازی خیلی قشنگی هم داشت. بهم زنگ زد. با یادم میرفتم پارک بانوان با تلفن حرف می‌زدن که بیان بهم گیر بدن. خب از دست بعد میادم بهم گیر بدن. گفتم این دوربین نداره، این فقط باهاش میتونم زنگ برسونم. اصلا کوچولو بودم. خب چه بچه کوچولویی. اون همینجوری می‌کردن. این چیه؟ من همینجوری میرفتم. این چیه؟ این پله بدتره. این مارکش چیه؟ CSL. این دوربین داره. آره این دوتاشون یه مارکن. از یه جا، از یه خانواده. اینم CSL. آره اینا CSL من تا نشدم. مارک اونجاییه دیگه حتما. حالا روشنش کنم ببینیم چجوری. خب این که بچه این سوکت شارژرش افتاد. من شارژر رو محکم کشیدم بیرون افتاد، وگرنه دیگه مثلا باتری همه چیش اوکی. اینم همینطور، اینم کار میکنه. اینو تو بیا روشن کن. شاید شارژ داره. اینجا هم یه قاب داشت، من نمیدونم چی شده. بعد از اینجا اینا از نمود اینجوری بود. الو سلام. صدا از اینجا مثلا. الو خوبی؟ این خود شاخی بوده، شاخبازی بوده. این شارژ نداره، روشن نمیشه. شارژ نداره. خب بچه این شارژ نداشت. این چیه؟ این باتریش نیست. اصلا باتری نداره. ببین باتریمون به میخوره. حالا بچه ما قرار بود که روشنشو تست بکنیم که خانم بهروز نزده بشم. ولی یه چیز بگم ادیتور اینو شطرنجی کن. وایسا شطرنجی کن. اصل داستان اینه. این بعدن توی یا شورت ویدیو کجا داری؟ یا شورت ویدیو یا پارت بعدی این کسی داره هنزلان؟ خیلی خفنه. اینو باید با جدیدترین الان تست کنیم. میخوام همون کارو کنم پارت بعد. ولی دکمه این که مثلا دست میزدی به دکمه میدونی من خیلی خوبی داشتم. یعنی دکمه تاچیه. یه چیز دیگه ای که اینا بهتر شده خب دوربینامونه. مثلا من اگه اینو داشتم خب میخواستم یه عکس قشنگ بگیرم باید یه دوربین بخریدم. زمان خودش خیلی خفن بود دوربینش، ولی الان دوربینا خیلی خوب شده. ولی آیا ما میخوایم برگردیم به قدیم؟ آیا قدیم رو ترجیح میدی یا الان در مورد گوشی؟ گوشی الان بریم آیتم بعدی. آیتم بعدی که میخوایم با هم قدیم جدیدش رو مقایسه کنیم صابونه. صابون گلنار. ببینم بوشو. بو گلنار میده. و صابون لوکس. او مای گاش. چقدر خوشگله. بچه گلناره ویت کوکونات اویله. خیلی اویلار شده گلنار. خیلی بروز شده خود گلناره. اول بگم گلنار صورتی ندیده بودم. ظاهری خب من این انتخاب خیلی وقت گذاشته. دقیقاً
گلای صورتی خوشگل ولی شاید کیفیتی این باید امتحان کنیم. من دارم میخواد با گازم امتحان کنم ببینم کدوم راحت تر. کدوم؟ آره میتونم گازش بزنم. او واو خیلی صابون دوست دارم. ببین مدل صدفتاره میبینی؟ آره. نه خب دست بزنم بهش؟ باید تست کنیم. نه همینجور خوش. بیا من تو هستم. حالا فکر میکنید این تشت آب برشه؟ تشت آب باید صابونه رو تست بکنیم. بده به من. تو دستو خیس کن. اصلا نرمه ولی اونقدر چیز نداره. ببین یه حالت خیلی نرمه. آره ولی خیلی دستم صابونی میلغزه. نیست. نه صابونیه چیزا. بوشم یه ذره تونده. نه بعد اونقدر خیسته آره. کردی. آره آفرین بوش زیاده. ولی این هرچی میکشی لوکسه نمیره. اوه چه بوی دستمون خوب نیست. ببین خوب کف کرده ولی حالت صابون نیست. نمیدونم چرا. خوب کفش رو دوست دارم. خب من خیس نکردم اونقدر که ببینم این چه جوریه. بوشم ولی کفش رو دوست دارم. بچه‌ها ببین من راضیم. دستم لطیف شده. آره نرم شد خدایی. حالا باید بریم اونو تست کنیم. بشوریم بعد اونو تست کنیم. آره. با همین دستا اونو تست کنیم. بچه‌ها چون ما توی این قضیه خود تازه وارد بشیم رفتیم دستمون بیرون شستیم ولی برای گلنار این کارو نمی‌کنیم. یه گلنار رو ولی الان من از موندن صابون دست بدم میاد. خشک میکنه دستو. یعنی یه جوری برای من. نه نمونده واسه منم. تا چی؟ جنس دستمو خشک میکنه. آها کلا صابون رو میگی. آره. من دستم دوست دارم. نرم شد. ببینم. ببین. آره نیاز نیست خیلی. ببین آره من دستم نرم بود. من دستم نرم‌تر نرم‌تره. ولی صابون میزنم خشک میشه. دستتو نرم‌تر بزنه. ببین نگاه کن. میبینی؟ آره تو خشک میشه. گلنار به تو تنها بگه قدیم میخوادم تاریخش یه بوی ترشی داره. اوه انگلیسی هم نوشته. یه عکس خانومیه. ببین لوکس شکل نداشت. عکس خودش و گلنار انداخته این رو. آخه خانم گلنار هستن. بلب. یه طرفشو خیس کردید از دو طرفش استفاده کردی. خیلی میخوای چیز نکنیم ها کفی نکنیم. دیگه همون کاری که اونور کردی. اوه این کفش خیلی زیادتره. اینو چیکار کنم؟ بنداز این. ببین کفش خیلی بیشتره. بعد یه ذره زدم خیلی زیاده. انگار آره. خیلی زیاد زدی. ببین یه سری تو میکنن؟ نگاه. من اینجوری هم میکنم. اینجوری هم میشم. اینطوری هم میکنن. ولی بوی اون لوکسه خیلی این شاید چون چیز نداره چی میگن؟ معطر نیست شاید. نه یه بوی بدی داره. بوی دارو میده. نه دیگه بو گلنار میده. ولی کفش خیلی بیشتر. آره. کفش رو من بیشتر یه ذره بزن تو آب دوباره اینجوری کن. نهیمه دیگه تو این دسته باشه با من. بچه خیلی بخش چرکی شد به نظرم. من قسمت کفیشو اینو دوست داشتم ولی بویی لوکسو فکر کنم منم لوکسو. اگه دوباره برم خب لوکس میخرم. گلنار نمیخرم. نماد قدرت. آره منم با لوکسه بیشتر ارتباط گرفتم. من هنوز کفیم. بریم بعد. برو بیرون. کتاب مولانا مثنوی و معنوی. حالا چرا این آوردیم؟ میخوام ورژن قدیمی ترش رو بچه خیلی قدیمی تر. چاپ خیلی قدیم. چاپ اول.
نخستین چاپ کتاب مولانا سال چقدر؟ 1339. انقدر قدیمیه روش رو چیز کشیدن که اصلا کاغذش فرسوده نشه. شده ها یه ذره البته. این از گفتاره 1339 فکر کنم من و تو هوا بودیم. ذرات معلق تو مهران تو هوا. فهرست یه سری کلمات فارسی خیلی قدیمیه. من نمیخوام بخونم که یه وقت مسخرم کنیم. خب برم شعر. کاغذش و جنس کاغذش. بچه این تعداد شعرها رو نگاه کنید. از 1 شروع میشه. نگاه کنید. ببینید دیگه 300 تا اینجا شعره. یه بوی خیلی قدیم، بوی اصلا خونه قدیمی ها هستن. بوی اونا اومد. خب اینم که کتابه. بچه آخر اینا رو مولانا رو خیلی دوست دارم. آخر کتابم اینجوری نوشته مثلا یه کلمه‌ای که ما نمیدونیم. چک میکنم. نبود معنیش میشه بود. نه بود. مثل اینکه مثلا نیست معنیش میشه هست. بعد جواب رو نوشته ثواب. این فکر کنم شاید چیز دیگه اسمو داریم اشتباه می‌کنیم. خطا و ثواب داره میگه. آها شاید میگه اشتباه اینو بنویسی، باید اینو بنویسی. نه خب چرا باید اشتباه درست کلمه رو بنویسه؟ چه ترک خیلی باحاله. این که اصلا بچه‌ها فقط شکیلی رو ببینی. بذار کنار ایشونم این که میگن آقای مولانا هستن. ببین بچه‌ها اگر راجع به حضرت مولانا اطلاعات ندارید برید حتما کتاب مست عشق رو بخونید. فوق‌العاده است. خب میبینی که کاغذ سفید درسته. چاپ چند؟ چاپ سال چند؟ 1384. 84 39. اصلا سفیدیش چش آدم رو اذیت میکنه. من اون که زرد بود خیلی دوست داشتم. بعد شرح حال ما از اینم داشت شرح حال مقدمه. نه این اصلا کلا راجع به حضرت مولانا توضیحاتی داده. نمیفهمم چی؟ و رسوخی بک و اکرم بیک حقی را دیدار. آها این از عقبه. اسم یه آدمه رسوخی؟ مدحت بهاری، جناب مدحت بهاری و رسوخی بک با کرم بیک و حقی. نم تایش از اون خطا و ثواب داره؟ نه خب این به زمان حالتر نوشته دیگه. آره. خب این اون موقع مردم هم فکر کنم همونجوری حرف می‌زدن سال 1339. حالا میخوام بوهاشون رو مقایسه کنیم. بوهاشون روی کاغذ عادی میده. این بو آتیش میده یه ذره. این خیلی توقع نداشتم بگی بو آتیش. این خیلی بوی میگم خونه های قدیم رو نمیم چطوری بگم بوشو دقیقا بوی اونا میده. آره چقدر حس عجیبی اصلا کتاب سال 1339 وقت بعد است و پدرم جود و کرم. جود که نیست مطمئنه. چرا جوده؟ جوده؟ برام فرح ابن الفرح جوهر فرح ابن فرح فرح ابن فرح ابن فرح ابن فرهم فرهم شاید بر وزن فرح دیگه. فرح کیه؟ شروع شد. باید ما بگیم یه لحظه با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین. سوسماس. به نظرم به پیشنهاد میکنم برو کتاب مست عشق رو بخون. حضرت مولانا. کتاب مست عشق فیلمش رو میبینم دیگه. ببخشید کتاب ملت عشق فیلمش نیومده هنوز بیرون. بریم بعدی. من بریم از شعر لبریز شدم. واقعا تو این قسمت یاد گرفتیم که بریم شعر بخونیم و مولانا رو بیشتر بشناسیم. شمس مولانا. بریم بعدی. و اما بخش بعدی، بخش جذاب ماجرا.
اتوی جدید و اتوی قدیم. این اینجوری بوده که داخل این سنگای داغ یا حالا زغال یا چوب مثلا که آتیش داره رو میذاشتن، این در رو میبستن و گرم شده برای سرمون میکردن. آره بعد دیگه راحت، فقط خیلی سنگینه، خیلی بدبختا پدرشون در میبرن. اینجا هم این یادم رفت واسه چی بود، واسه شو بخوام. این تایم چیزشه وقتی داغ شدیم. آره بعد از اینجاها این یه ذره چیز میشد، نگاه زنگ بخار میومد بالا. آره مثلا اون دود و اون تو چیزایی توش میومد بیرون. پس یه بدی که داره اصلا اینا خیلی سبک. تو هم میتونی اون رو اینطوری کنی؟ فکر نکنم. اینا پس خیلی سبکه و ظاهری هم میتونی ظاهرش یا خدا بس اینقدر ببینم. ولی خب این راحت تره. حالا باید ببینیم آیا اون بهتره. البته اینا آپشنه بیشتره، مثلا این آب شش داره، اینجاش آب میپاشه، مثلا یه لک زیاد باشه. از اینجا این دکمه بزنی بخار میده، ولی این خب نمیخواد. حالا بریم امتحان کنیم. شاید اینجا بخارش. بفرمایید. حالا اتو زدیم ببر، روشنش میکنیم. خب خانمای گل تو خونه. اینجای لباس چروکه. بچه ها بخار که عالی، دست رو نمیسوزونه. بیا تو امتحان کن. بعد این باقلوا را میره. این باقلوا این راحت حلقوم قشنگم داره صاف میکنه دیگه. آره الان اونجا من خودم چروک. بعد ولش کنه خودش میره. اینجا رو دیدی؟ سبکم است. تفول چون بجیرش کنن باشه تبلیغه. بریم ببینیم یسنا. وو چرا اینقدر دوده؟ دود برداشته. نمیدونم معلوم میشه سمت نور میره. یه بوی گندی هم داره میاد. بوی چیز سوخته میاد. مثلا قابلمه دود اینجاها دوده بچه ها. اینها میبینید اینها این دودا. قابلمه گذاشتی رو کار. اینا این دوداست. ما چون زغال و چیز نداشتیم که توش آتیش بریزیم، اینو گذاشتیم روی گاز که داغ بشه. این الان داغ یه خوبی که داره اینه که بازوهاتون رو قوی میکنه. آره خب بس من دیگه تحملم داره. خب بده من میخوای. حالا بده من. بیا تو قشنگ از این چروکا بگیر. خب بچه ها چروکا رو همینطور که میبینی بسم الله الرحمن الرحیم. بذار بردار. لک میکنه ولی لک میره آره. لباسم یه جوری باید بگیرم که بگیر اینو بگیر. خیلی سنگینه. اون چک بکن وقتی اینجوری ترسش ریخت نه؟ آره چون استرس داری. ببین اون لکی که میکنه خاطر اینکه این زنگ زده یه ذره. آره باستمونه. ولی حالا اگه توی این زغال و اینا بریزی خب دائم میمونه. چیزش بیشتره، کیفیتش بیشتره. هم که آه شونم. ولی اینم چیز میکنه. آره ولی به نظرم نمیدونم، من فکر میکنم اتوهای الان هم راحت تره. وای مرداشو اتو میکردن قدیم مردا اتو میکردن، چون این حجم از سنگینی به نظرم. فکر من که با بزرگ میکنه نمیکنم. با بزرگ نه بوده اصلا موقع اونا. خب اولا که چروکا تقریبا میدونی چشات هم چون استرس داشتیم که بچسبه یسنا رو لباسش حساس. اینا سوختگی نیستا، اینا آره چیزه اینا میره. حالا اون برو بیا. خدایی بهتر بود. آره دیگه این ور. البته میگم اگر توی اون زغال بریزی حتما داغ‌تر میشه، ولی خب بازم راحت‌تر بود، نه دستت درد گرفت. آره بعد میتونی اینو بذاری دوباره اونو نمیتونی کاری بکنی. نه مگه اینکه تو حیاط بشینی مثلا بذاری زمین دوباره مثلا چیز کن دوباره. من جدید. منم جدید. بریم
بخش بعدی دست شابون شابون شامپوی تخم مرغی و ببین تخم مرغی و این اوه آره اشتباه گفتم این کیوه اوبک او مای گاش اوبک و تخم مرغی ببین تخم مرغی رو من میتونم بگم خیلی سخت پیدا کردم ولی هنوزم خیلی استفاده میکنن و میگن هنوز این خواسته طرحهای جدیدش هم اومده ها بچه تخم مرغ طرحهای جدید جدی؟ آره اندازه اینه مثلا بعد توش عکس تخم مرغ آره دیدم ولی فکر کنم اینا واسه اون بعدیم آره روش نوشته شامپو دارمو داروگر جادوگر کوکونات داره او مای گاش اسانس ماده صدفی داره ببین یه مقایسه که خواهن جایدون قبل اینکه استفاده کنیم این مواد شیمیایی توش نداره ولی اینا مثلا هزار چیزای مختلف داره مواد شیمیایی داره ولی قیافه خدایی این خیلی حس خوبی به آدم میده قیافه اینو یه دونه دیگه‌اش استفاده می‌کردن یه رنگ دیگه‌اش سفید بود فکر می‌کنم آلو برا بود فکر می‌کنم اینو دیدم به خاطر قیافش که وگرنه اونو دوست داشتم اینو رفتم دیدم قیافش از اون خوشگل‌تره ولی اینجوری نمیشه درست و بهروز راست میگی ما باید تست بکنیم آره ما پی همه چی به تنم میمالیم که آره. بچه‌ها انتخاب درست بکنن درست میگی میریم همون بریم خب ما رفتیم موامون خیس کردیم و اومدیم و میخوایم شامپو رو تست بکنیم واسه من درست ما هم همینطور خب بیا زودتر این لاخ تخم مرغی این لاخ اوبک لاخ چیه؟ لاخمون نشیدی؟ انقدر بوی بچه اتو قدیمیه تو دماغمه نمیفهمم نمیفهم بو نداره انگار یه بوی داره ولی یه بوی بدی تو اول بزن خوش نشده ولی انگار واقعا تخم مرغه آره انگار زرده تخم آره میدونی چیه خیلی لیزه واسه همچین حسی بهت میده نه؟ اوه داره میریزه آره خیلی لیزه خیلی اصلا از این لیزونه من میاد قشنگ انگار ماکارونی مالیدی تخم مرغ ببین خیلی که کف نکرد نه آره فقط لیز کرد انگار نرم کننده است نه؟ آره انگار نرم کننده است شاید باید اینطوری کنم خیلی کف نکرد خب حالا بریم این داخل وایسیم یه خورده به خورده مو بره خب اون که رنگ اصلا بو هم نمیده شبیه دستشویی کبوتره ببینم درسته اینو با کم مونده اونو بکش بمون نه بگیز این هم درست شد برش داشتم مطمئن؟ آره نریزه رو لباسه این زدی هیچه راست میگی؟ نرمیش همونه خدایی شاید ما چون این تخم مرغه؟ آره ولی یه ذره چرب تره بو پول داری میده دقیقا قشنگ تفاوتش خیلی بو خوبی میده لیزی چربی داره بعد بچه روش رزماری داره خب رزماری خیلی واسه مو خوبه تو چرا پس این استفاده میکنی؟ موادی همچه بویی نمیده من اینو اولین بار گرفتم هنوز استفاده نکردم گفتم سفیدش بوش میمونه آیا؟ نمیدونم بچه قیمتو هم اون فکر کنم 35 تومنه این 130 تومنه بچه بوش سطحیچه کیفیت بخورم سطحیچه میتونیم بریزیم توی ظرف بخوریم نه خب آخرین ویدیو اون بشه بچه من برای که مطمئن تر بشم بوش داره میپیچه میخوام که اینم تست کنم درست حسابی شاید دستم بوشو بده حالا اگه این دوتا رو با هم قاطی کنش انگار سپید شدم موام سپید شده خب حالا بریم بشوریم ببینیم که بعد اینکه میشوریم 3 شوار میکشیم چجوری میشه بریم. حالت دادنش چجوری میشه بریم بریم
بچه‌ها ما رفتیم موامون رو شستیم، این دوتا لاخمون رو. همینا یه اتفاقی که افتاد موقع شستشو، وقتی این مویی که شامپو تخم زده بودیم قشنگ به راحتی گفت لیز خورد ازش اومد پایین شامپوه. ولی با این شامپو مال جدید الان اینطوری نشد. آره به نظر من این بهتر، چون این انگار زیاد عمقی نبود دیگه. آره نه انگار اصلا جذب نشد. آره. بعدم چیز بود، من احساس میکنم که الان که خشک کردیم موها رو، این بر تخم مرغی هست. احساس میکنم موهام سوخته، احساس میکنم خیلی خشک کرده موهامو، ولی این نه، این انگار نرمتره. آره این نرمتره، خشکتره انگار. خشکتره. دست بزن موهامو از بالا اینجوری کن. آره این نرمتره. آره. فکر کنم توش نرم کننده داشته باشه. رزماری خودش چیز میکنه دیگه فکر کنم. آره. ولی بوشم خیلی. آره. من چون دسته‌مون بیشتر زدم، بوش قشنگ تکون می‌خورم، بو قهوه اینطوری میپیچه. فکر کن به کل موهات خیلی. اونا که قهوه دوست دارم بهشون بیشتر میکنم. پس جدیده. خوبه. خب بچه ما توی این ویدیو یاد گرفتیم که هر چیزی جدیدش خوب نیست. درسته. مثل کتاب یادت رفته بود. ولی از اون رو میتونیم از چیزهای جدید خوب استفاده کنیم. درسته. پارت بعدی که میخوایم بگیریم اتوه بود که خیلی قدیم بود. میخوایم کلا تو اون زمان بریم، یعنی هر چیزی که چیزایی داریم. آره اینجوری نیست که ما دیده باشیم بگیم مثلا اینو خب میشناسیم این چیه، میخوایم چیزایی بیاریم که اصلا پس منتظر پارت 2 باشیم. اگرم ایده‌ای داشتین بهمون بگین و حتما هم لایک و ساب یادتون نره. تا هفته دیگه خدا نگهدارتون. خب میگفت اینو من نیاز ندارم که. چون من نگاه نمی‌کنی؟ من فوکوس نکنم. من درست نگم نباش. اگه بخوام کلا قدیم یا جدید انتخاب بکنم تو گوشی الانو در نظر نگیرم، مثلا دوست دارم 20 سال بعدو بگم. دوست دارم که اگه قراره خیلی پیشرفت بکنه زنده باشم اون پیشرفته رو ببینم. من ببین یکی که 10 سال پیش مثلا مرده الان هوش مصنوعی نمیدونه چیه. الان مثلا خیلی چیزا رو نمیدونه چیه، ندیده چیه. نتیجه گیری خوبه. آره خوشم اومد. خوب هستم. میخورم احساساتش. دوستم تو 50 سال دیگه هم هستی. آره دیگه 70 سال که چه چیزی شدم. نه میخواستم بزنم قدشون. من یه دونه گوشی دیگه داشتم، اون خب از اینا یه ذره جدیدتر بود نیاوردم. پر عکسای چیز بود توش. جاستین بیبر دیگه. از کجا میفهم؟ اینترنت دانلوده. اینو چی کار میکردم؟ من نمیتونستم دانلود کنم اون موقع. از چیز مثلا یه سریال کره تو تلویزیون نشون میداد، فیلم میگه سری پنراستی من آهنگ اون سریال رو من ضبط کردم. چیزی که از قدیم دوست داشتم کتاب بود. آره ببین مگه اینکه الان باید اینا که کتاب چاپ میکنن فکرشون رو بکنن زردش کنن. برگای قدیمی تو میشه خیلی باحال میشه. کتفم درد میکنه. منم. قوری قوری جنگل کاشتی، هر چی که خواستم داشتی، نشانه داروگر درخت نخل طلاس. از گذشته اومدی یا؟ نه